کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان درباره خود را به دریا پرتافتن و خودکشی کردن یک دختر نابالغ از دهه خوجه پنج در کنار شهر پنجکین خبر داد. بنا به این گزارش دختر 16 ساله ساکن دهه خوجه پنج روز 9 آگوست سال 2022 در پی مناقشه اویلوی از خانه برآمده دیگر برنگشته است. جستجوی او 2 روز دوام کرد و روز 11 آگوست جسد دختر جوانمرگ را در ساحل دریای زرافشان در پهلوی دهه آزادگان جماعت خرمی پیدا کرده به کارمندان میلیڅ سپردند. در پی این حادثه کمیته ایالت‌های فوق‌العاده به والدان مراجعت کرده خواسته است که با کودکان خود تا حد ممکن نزدیک باشید، دوست آنها شوید، در حال مناقشه و به آنها یاری رسانید، نه اینکه آنها را به اقدام‌های نومیدانه تحریک بدهید. فرزندان را احتیاط کنید. هر سال در تاجیکستان تا 600 خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. مشکلات اجتماعی و اقتصادی و جنجال‌های اویلوی سبب‌های اساسی خودکشی ها در تاجیکستان نام برده می شود.